میگن یه روزی الاغ به ببر گفت چمن رنگش آبیه. ببر گفت این چه حرفی میزنی؟ مشخصه چمن رنگش سبزه. خلاصه بحث بالا گرفت. گفتن بریم پیش شیر سلطان جنگل تا اون بینمون حکم کنه، اون قضاوت بکنه. همین که رسیدن پیش شیر، الاغ رو کرد به شیر و گفت مگه رنگ چمن آبی نیست؟ شیر جواب داد اگه باور داری که رنگ چمن آبیه، قطعا آبیه، میتونی بری. گفت من که میدونم آبیه، ولی ببر قبول نمیکنه، یه ریز داره با هم بحث میکنه، لطفا مجازاتش کن. شیر حکم داد 5 سال سکوت بکنه ببر. این حکم خیلی عجیب بود، ولی ببر پذیرفت و الاغ هم با خوشحالی رفت. ببرم که داشت میرفت گفت من فقط یه سوال بپرسم، خدا وکیلی چمن سبز رنگ نیست، این چه حکمی بود که دادی؟ شیر گفت مجازاتی که من تو رو کردم اصلا واسه این سوال نبود که چمن سبز یا آبی. مجازات تو به خاطر اینه که منطقی نیست موجود باهوشی مثل تو با یه الاغ هم صحبت بشه و باهاش بحث بکنه، هم وقت خودشو بگیره و بدتر از اون بیاد اینجا وقت منو بگیره. تو زندگیتون با هر آدمی هم کلام نشین. چشم بعضی از آدما رو منفعت، حماقت، بلاهت کور کرده، نمیخوان قبول بکنن و دقیقاً از اون لحظه به بعد هر گونه اصرار برای تحمیل نظرتون بهشون اشتباه خود شماست. آدم با هر نفری هم صحبت نمیشه. قدر خودتون و وقتتون رو بدونید. آره.